دو تا از گرونترین هتل‌های جهان که من میخوام با دو تا شما رو آشنا کنم از این همه هتل‌های جهان. یکیش برج خلیفه است که با ارتفاعی بیش از 828 متر که از برج‌های معروف و جذاب جهانه. این برج تو شهر دبی قرار داره که با بلندترین ساختمان جهان شناخته شده. برج خلیفه نماد و یکی از بلندترین ساختمان‌های جهانه. برج خلیفه نماد پیشرفت معماری و فناوریه و از جذابیت این برج نگم براتون. برج خلیفه از بالاترین طبقات خود از مناظر بی‌نظیر شهر دبی حساب میشه و مناطق اطراف به نمایش گذاشته میشه. یکیش بالت برجه که دارای بالت برج خلیفه که به بازدید کنندگان اجازه میده که با طبقه های بالاتر برج صعود کنن و از مناظر بی‌نظیر ارتفاع دبی لذت ببرن. از رستوران ها و کافه هاش نگم براتون که میزبان رستوران ها و کافه های لوکسیه که انواع غذاهای بین المللی و خاص رو ارائه میده. با داشتن یک وعده غذا و نوشیدن توی یک از رستوران های برج خلیفه میتونی لحظات لذت بخشی رو به خانواده سپاری کنی. یکی از نمایش‌های روشناییه که برج خلیفه شبانه به یک صحنه ساحلی تبدیل میشه که با نمایش‌های روشنه و آتش‌بازی فوق‌العاده بازدید کنندگان خودش رو شگفت‌زده میکنه و مراکز خرید هتلاش که عالیه که در پایین برج خلیفه قرار داره. مراکز خرید لوکسی مانند دبی مال، سوق البحر قرار داره که با خرید از اون خرید لوکس رو تجربه میکنید. برج خلیفه دارای اتاق‌ها و سویت‌های مدرن و لوکسه. دارای هتل‌های بسیار زیبا و دارای تجهیزات راحتی مثل تلویزیون، اینترنت 20 مینی بار، همه چی. و از استخرسوناش بگیر، جکوزی بگیر، همه چی فول و امکانات 24 ساعته از لازم تفریحی، رفاهی، همه چی. و از بازیگران معروف سینما مثل تام کروز، جاستین بیبر، ویل اسمیت، شاکیرا، کریستیانو رونالدو و راجر فدر، مسی و لیدی گاگا، ویتی هیوستون و جیلو که به این هتل زیبا و جذاب اومدن. هتل بعدی که میخوام باهاش در موردتون صحبت کنم برج العربه که از برج‌های معروف و نمادین تو شهر دبیه که با درهای خاص و زیباش به یک کشتی روی آب شناخته میشه. ارتفاعش 320 متر. دارای اتاق‌ها و سویت‌های بسیار زیبا و لوکسه که هر اتاق دارای طراحی شیک و مدرن، دکوراسیون لوکس، تجهیزات پیشرفته، منظره فوق‌العاده، رستوران‌ها و بارهاش که زبان زده از غذاهای لذیذ و تجربه‌های فوق‌العاده‌اش، از جمله رستوران‌های آل مهراب، آل ماهی و آل اندرسون نام برد و همچنین دارای بارهای شیکیه که نوشیدنی متنوع و خوشمزه ارائه میده. سونا جکوزیش که دیگه عالی. این هتل برای هم بزرگسالان هم و بچه ها و کودکان فعالیت های خاصی رو در نظر گرفته مثل باغ بازی، برنامه تفریحی، خدمات نگهداری مثل تلکابین، تونل، مثل نمایش‌های تئاتری، کارگاه‌های هنری برای بزرگسالان، استخر، سونا، جکوزی که برای بزرگسالان گذاشته که هم به بچه‌های کوچک و بزرگسالان بتونن از تمام استفاده از این هتل رو ببرن. و از افرادی که به این هتل زیبا و جذاب اومدن مثل ملک سلمان، آل سعوده، مثل تام کروز، کریستیانو رونالدو، راجر فدر، جان لگند، ویتور بلانکو، جان بری، روبرت دونیرو و دیور که این چند تا نمونهشون بود که من گفتم که توی یه دونه ویدیو جا نمیشن. و هزینه هتل، این هتل جذاب که ازش صحبت کردیم، از شبی
50 تا 60 میلیون شروع میشه تا به بالا و از هر طبقهش هم که بخواین بالاتر از طبقهش بری تفریحاتاشو ببینیم باید بالای 5 میلیون 6 میلیون بابت ورودیش بدیم. ممنونم که از شما تا اینجای کار با من بودین. اگه میخواین بیشتر در مورد آیسون اسلامی بدونین به ویدیو قبلی من برین. اگه میخواین در مورد فورچو لامبورگینی یا همون بنیانگذار لامبورگینی بدونید به ویدیو بعدی من برید. مرسی از شما.